واژه بعدیمون واژه هانت. هانت نقشش چیه؟ آفرین، وربه. به نظرتون هانت چه معنی داره؟ اینجا نبینید؟ آقای کریمی هانت شکار کردن؟ آفرین بهت، باریکلا بهت که نگاه نکردی. هانت به معنی شکار کردن. شاید این واژه رو زیاد شنیدید. هانتر. هانتر. خب بگم با توجه به این واژه که الان معنیش گفتم، هانتر چه معنی داره؟ کریمی شما یه دونه نکته به ما یاد دادی. آقا پسوند ای آر و پسوند او آر میتونه فعل ما رو تبدیل کنه به کننده کار. دقت کن، نه همه فعل ها، بعضی از فعل ها. هانت به معنی شکار کردن، هانتر به معنی شکار چی؟ آفرین، کننده کار. مثل کری به معنی حمل کردن، کریر یعنی حمل کننده. تبدیل میکنه به کننده کار، تبدیل میکنه به فاعل. اوکی؟ پس هانتر به معنی شکارچی. خب پس آقا هانت به معنی شکار کردن. حالا میخوام چی بگم؟ به کار به انگلیسیش ندارم، بذار فارسی تبدیل کنیم به انگلیسی قشنگ‌تره. شیرهای جوان باید شکار رو یاد بگیرند. فرض کنید شما مثلا نمیدونم رئیس یه قبیله هستید، رئیس یه جنگلی هستید و اون حیوانات مثلا میتونید با حیوانات صحبت کنید و شما میگید که شیرهای جوان دقت کنند باید شکار رو یاد بگیرند. اینجا نمیدونم بخور و بخواب نیست، همه باید کار کنن، همه باید شکار کنن. خب در قدم اول اینو میخوام به انگلیسی تبدیل کنم. اول باید یاد بگیرم شیرهای جوان تو انگلیسی چی میشه. آقا جوان در زبان میشه یانگ. شیرهای جوان، شیر در زبان چی میشه؟ لاین. میخوام جمع کنم، میگم شیرها، میگم لاینز، میگم یانگ لاینز، یعنی شیرهای جوان. یانگ لاینز، شیرهای جوان باید. آقا باید در زبان انگلیسی بچه ها چندین نوع ما داریم. must، should، have to، که من اینجا از have to استفاده میکنم. این چیزایی که بهتون گفتم یک سری تفاوتایی رو با هم دیگه دارن ها، فعلا کار نداریم. ببین have to این با هم میاد، نگید have به معنای داشتن و دارن و از این چیزا، این با هم میاد. have to به معنای باید. young lions، ببخشید young lions have to، شیرهای جوان have to باید یاد بگیرند. learn به معنی یاد گرفتن چی رو؟ شکار رو. learn to hunt، شیرهای جوان باید یاد بگیرن که شکار کنن. ببین learn با تو میاد، الان بهت گفتم یاد دادم، حرف اضافه‌اش توه. قشنگتر بخونیم یک بار دیگه. young lions have to learn to hunt، شیرهای جوان باید یاد بگیرن که شکار کنن. hunt به معنای شکار. آقا ببین هم حرف اضافه learn، دقت کن الان چند تا تو اینجا پشت سرم اومده، این که هفت توه برای خودشه. بعد از learn از تو استفاده میشه. کلا حرف اضافه learn یکی از حروف اضافهش تو هست. بعد آقا چون که دو تا فعل من میخوام استفاده کنم، هیچگاه دو فعل در زبان انگلیسی پشت سر هم نمیاد و باید از تو استفاده کنم که ازشون، یعنی به عبارتی فاصله بینشون باشه، که من از تو استفاده میکنم. شیرهای جوان باید شکار رو یاد بگیرن یا یاد بگیرن که چطوری شکار کنن. آقا زمانی که شما میخوای یه جمله رو تبدیل کنید به انگلیسی، تو ذهنتون از قطعات کوچک استفاده کنید. جملات کوچک کوچک رو بذارید کنار هم و جمله سازی رو شروع کنید. بریم سراغ واژه بعدیمون. واژه بعدیمون واژه ایدیا. با من تکرار کن. ایدیا. ایدیا به معنای فکر، نظر یا عقیده. بچه‌ها این واژه رو ما تو زبان فارسی هم داریم، همون ایده از همین واژه گرفته میشه دیگه، ایدیا، ولی ایدیا تلفظ میشه. اینو در جریان باشید. فکر نمی کنم دیگه نیازی به توضیح باشه، فقط اینو بدونید نونه، یعنی اسمه. میریم داخل جمله که قشنگ در یاد بگیریم. فقط اینو بدونید بعضی از واژه‌ها درسته که ما تو زبان فارسی جور دیگه تلفظ میکنیم، ولی تلفظ دقیق درش تو زبان انگلیسی شاید چیز دیگه ای باشه. دقیقاً مثل این، شما اگر اینو بخوای بخونید آره میخونید ایده، ولی تلفظش هست ایدیا. اوکی، بریم سراغ جمله‌ش. اول جمله انگلیسی رو میخونم و بعد با هم دیگه ترجمه کنیم. میگه که It was a good idea to give him
a PS4 for his birthday. یعنی چی؟ It was a good idea. میگه که این بود گفتم من یک دیگه، یک خوب ایده. قشنگ حالا معنی کنی این یک ایده خوبی بود. To give him. بچه‌ها give به معنای چی هست؟ به معنای دادنه. خب give him یعنی بدیم به او. him بچه‌ها یک ضمیر مفعولیه به معنای او را. خب که برای آقایون یا برای هی به کار برده میشه. حواستون باشه. میگه که این یک ایده خوبیه که به او بدیم، give بدیم a PS4. یه دونه PS4 همون پلی استیشن دیگه. یه دونه PS4 4 for برای his birthday، برای تولدش. اینو دقت کنید این صفت ملکیه. این کجا رفت؟ این ضمیر مفعولیه بچه‌ها، این صفت ملکیه. خیلی از زبان آموزان این رو اشتباه میگیرن، ولی تو دقت کن و یاد بگیر. اگر تو دوره جامعه هستی نگران نباش، تو ترم مبتدی یاد میگیری. میگه که فکر خوبی بود که برای تولدش به او یه دونه PS4 بدیم یا PS4 رو مثلا به عنوان یک هدیه بهش بدیم. آقا نکته‌ای که میخوام بهتون بگم بچه‌ها، ببینید اینجا چی هست؟ give him. خب جمله درست ترش هست you give him، یعنی تو بدی به او. و ما تو ترجمه به همین صورت معنی کردیم دیگه، حتی تو رو آوردیم. مثلا فکر خوبی بود که برای تولدش به او مثلا فلان چیزو بدی، یعنی تو بدی. ولی چون که حالا این جمله ما به عبارتی میشه گفت شکل عامیانه به خودش گرفته یا مفهومش قابل لمسه، دیگه نیازی نیست اینجا بگم you give him. همون که بگم to give him یعنی منظور رو میرسونم که یعنی تو باید بدی دیگه. حواستون باشه احیانا به مشکل بر نخوری. خیلی ساده بود، جمله ساده ای بود و واژه ساده ای هم بود. بریم سراغ واژه بعدیمون. و واژه بعدیمون واژه increase. خوب گوش بده. increase یعنی چی؟ یعنی زیاد شدن، زیاد کردن. واژه خیلی مهمیه، هم تو مکالمه کاربردیه، هم تو متن‌های مختلف کاربردیه. یاد بگیر الان. increase یعنی زیاد شدن یا زیاد کردن. آقا این که میگم واژه رو باید از ریشه های خودش یاد بگیرید به خاطر اینه. ببین الان اگر من این رو حذف کنم و به جاش یه دونه دی ای بذارم میشه چی؟ decrease یعنی کاهش دادن. خود پیشوند دی من یه فقدان یا من یه کم بود رو میرسونه. decrease یعنی کاهش دادن، کاهش پیدا کردن، اینطوری معنی داره. پس increase یعنی افزایش دادن، decrease یعنی کاهش دادن. یاد بگیر اینها رو، خیلی مهمه. پس آقا increase یعنی افزایش دادن، یعنی زیاد شدن. دوستان من، عزیزان من این نکته‌ای که میگم خیلی مبتدیه ولی خب اینو باید بگم. مثلا زبان آموز ما میگه که خب شما که سی رو یاد گرفتید، نکته تلفظش رو دم شما گرم. زبان آموز من میگه که آقای کریمی میگه این اس نیست. مثلا بگیم increase. چه کاریه بگیم increase؟ بچه‌ها اصولاً اس وقتی بین دو حرف صدادار قرار میگیره، ببین اصولاً دارم میگم، صدای ز از خودش تولید میکنه. الان A یه حرف صدا داره، E هم یه حرف صدا داره. میگم increase، نمیگم increase. این نکته تلفظ رو یاد بگیر. البته تو دوره الفابت پلاس برات توضیح دادم تو دوره جامعه. دوره جامعه بچه‌ها شامل 5 بسته است. ترم دوره الفابت پلاس، ترم مبتدی، ترم متوسط، ترم پیشرفته و کلاس آنلاین فری دیسکاشن که شما اونجا دیگه راحت میتونید مکالمه کنید. بچه‌ها برای ثبت نام دوره جامعه یه شماره رو الان اینجا برات میذارم. داخل واتساپ، داخل تلگرام پیام بده، مشاوره بشو و اگر دوره جامعه برات مناسب بود حتما شرکت کن و یادگیریت رو شروع کن. خب پس increase به معنای زیاد شدن یا زیاد کردن. میریم سراغ جملهش. خوب گوش بده. The number of women who go to work is increasing. یک بار دیگه میخونم. The number of women who go to work is increasing. میگه که تعداد زنانی که سر کار میروند در حال افزایش است. آقا افزایش دادن چی شد؟ یا زیاد شدن؟ increase. کاهش دادن؟ decrease. اوکی؟ خب با هم دیگه بررسیش میکنیم. میگه the number of women. آقا number یعنی تعداد.
میگه تعداد زنان. خوب گوش بده، تعداد زنان. این همین ای که شما میدید یا همون ملکی که شما بهش میدید میشه آو. نکته تلفظی نمیخونم آف، میگم آو. آقا خانم یا زن چی میشه؟ وومن. اینجا به جای ای میشه ای. ولی زمانی که میخوام جمع کنم، خوب گوش بده، این ای تبدیل میشه به ای. آقا این ساختارش بی قاعده است، اس نمیگیره میشه و تلفظ میشه چی؟ women. حواستون باشه. پس آقا تلفظا مختلفه. women، women. حواستون باشه. پس میگم the number of women، یعنی تعداد زنانی. حالا ادامه جمله. who، که. آقا این who اینجا نقشه پرسشی نداره، نقشه ضمیر موصولی داره. تو ترم پیشرفت یاد میگیرید. تعداد زنانی که، اینجا معنی که داره. go to work. go یعنی چی؟ میرن. to به work. work اینجا معنی سر کار رو داره. آقا دقت کنید دوستان عزیز من، work معنی کار کردن داره، معنی کار داره، هم نقش فعل داره هم نقش اسم رو داره. میگه تعداد زنانی که سر کار میرن is increasing، در حال افزایش است. آقا این چه ساختاریه؟ آقای کریمی ایز داریم اینجا، فعلمون هم آینجی داره، زمان حال استمراری، یعنی اون چیز الان در حال انجامه. دم شما گرم که برای ترجمه از در حال استفاده میکنم. تعداد زنانی که go to work به سر کار میرن is increasing، در حال افزایش است. ببین وقتی ریز بشی به این جمله راحت تر میتونید ترجمه کنید. اوکی، پس آقا این نکته هم که بهتون گفتم رو فراموش نکنید. نکته دومم که در مورد آف بود، گفتم نمیگیم آف، وسط جمله میگیم آف. و زمان حال استمراری هم که بهتون گفتم اینه که یک ضمیر موصولیه. حرف اضافه گو هم دوستان عزیزم تو هست دیگه، اینو همه بلدن. بریم سراغ واژه بعدمون. واژه بعدی که براتون آوردیم دوستان عزیزم واژه لوز هست. واژه لوز خوب یاد بگیر، دو تا معنی داره که خیلی مهمه. اول بگو ببینم چه نقشی داره؟ آقای کریمی ورب، دم شما گرم، یعنی فعل. لوز نگاه کن، باز دو تا حرف صدا دار بین اس و صدای ز داره. لوز آقا معنیاش چیا هست؟ گم کردن یا از دست دادن و یکی دیگه از معانیش معنی باختن. شما وقتی تو یه تیمی میبازید از همین لوز استفاده میشه و حتی گم کردنم از همین لوز استفاده میشه. یه نکته بهت بگم، ببین ما یه واژه دیگه ای رو داریم تو مبحث انشالله تو ترم پیشرفته، تو مبحث پوشاک که رسیدید این واژه رو زیاد میشنوید، واژه لوز که دو تا او داره، به معنی گشاد. مثلا شما به پوشاک میگید که آقا این لباس، این پوشاک خیلی گشاده، از واژه لوز استفاده میکنید، دو تا او داره. از لحاظ املایی متفاوته، ولی این لوز به معنای از دست دادن یا گم کردن. من یه خورده آب بخورم و بریم سراغ ادامه آموزش. خب نکته اولی که میخوام بهت بگم، لوز یک فعل بی‌قاعده هست. یعنی چی؟ یعنی زمانی که میخوام این فعل رو تبدیل کنم به گذشته میشه lost. همین چیزی که اینجا نوشته شده، این نکته رو یادداشت کن. مثلا go میشه went، lose میشه lost. این نکته اول. نکته بعدم آقا دو تا معنی داره دیگه، به معنی از دست دادن یا گم کردن، به معنی باختن. الان دو تا جمله برات آوردم با این دو تا معنی. آقای کریمی من از کجا بفهمم که لوز معنی باختن رو داره یا معنی از دست دادن یا گم کردن را دارد؟ خیلی ساده دورت بگردم، تو جمله مشخص میشه. آقا شما دارید در مورد یه چیزی که گم شده صحبت میکنید، خب مشخص لوز معنی گم کردن رو داره. و اگر در مورد بازی و یا یه چیزی دیگه چی صحبت میکنید معنی باختن رو داره دیگه، اصلا این سوالی نیست. خب مثل همیشه معنی فارسی رو میخونیم. وقتی کارخانه بسته شد شغلم رو از دست دادم. ای بابا ای بابا. وقتی کارخانه بسته شد شغلم رو از دست دادم. میخوام با از معنی از دست دادن جمله سازی کنیم. اول باید بگم چی؟ بگم که من از دست دادم. گذشته لوز میشه lost. از دست دادم دیگه گذشته. میگم I lost my job. شغلم رو از دست دادم. When زمانی که چی شد؟ کارخانه بسته شد. When
the factory closed. بچه‌ها factory به معنی کارخانه. The factory زمانی که اون کارخانه closed بسته شد. بازم این به صورت زمان فعلمون به صورت گذشته است که فعلمون ایدی میگیره. خیلی راحت. یک بار دیگه میخونم. I lost my job when the factory closed. زمانی که کارخانه بسته شد من شغلم رو متاسفانه از دست دادم. ای بابا. یا به جمله بعد دقت کن. میخوام بگم تیم ما آخرین بازی را باخت. اینجا میخوام من یه باخت رو به شما آموزش بدم. میگم چی؟ Our team lost یعنی تیممون باخت the last match در آخرین بازی. بچه‌ها match به معنای مسابقه، به معنای بازی. last هم اینجا چه معنی داره؟ معنی آخر رو داره. The last match یعنی در اون آخرین بازی. پس میگم که our team lost the last match. تیم ما آخرین بازی رو باخت. پس آقا lost چند تا معنیش رو یاد بگیر. گم کردن، از دست دادن و معنی باختن رو داره. ببین خیلی راحت داری یاد میگیری. بریم سراغ واژه آخر که یه واژه جذابیه. و اما آخرین واژه از قسمت سوم واژه pain. بچه‌ها pain به معنای درد. چی شد؟ pain. واژه خیلی ساده‌ایه ولی در عین حال خیلی کاربردیه. pain به معنای درد. چیه؟ نونه یا همون اسمه. مثلا ما یه واژه دیگه هم داریم دیگه، میتونیم از همین ریشه استفاده کنیم. painful یعنی چی؟ یعنی دردناک. painful. یا مثلا آقا قرص مسکن تو زبان چی میشه؟ pain killer. بچه‌ها killer به معنای قاتل. pain killer یعنی قاتل درد. قشنگ ترجمه کنیم مسکن. ببین ریشه رو که بلد بشی راحت میتونی جمله سازی کنی. انشالله تو ترم پیشرفته وقتی شما رسیدید به مبحث دکتر کامل این چیزا رو یاد میگیرید. فقط یه نکته دیگه بهت بگم. ببین درسته که pain به معنای درده، یه واژه خیلی قدیمیه، ولی شما مثلا وقتی میخوای بگی سر درد، مثلا میخوای بگی کمر درد، میخوای بگی دست درد، از pain استفاده نمی‌کنی. در اینجور مواقع از پسوند ache استفاده میشه. یعنی چی؟ مثلا میخوام بگم سر درد، نمیگم خب آقای کریمی گفت برعکسش میکنیم، درد میشه pain، سرم میشه head. آقای کریمی pain head، نه. در اینجور مواقع یه دونه ache میچسبونم به واژه head، میگم headache. یا مثلا کمر درد میگم چی؟ backache. ببین به همین سادگی پسوند ایک استفاده میشه. انشالله تو ترم پیشرفته تو مبحث دکتر کامل یاد میگیرید، پس نگران نباشید. بریم سراغ جملهش. میخوام بگم واضح بود که او درد زیادی داشت. واضح بود که او درد زیادی داشت. خب جملهشو میخونم باز براتون، خوب گوش بدید. She was clearly in a lot of pain. She was clearly in a lot of pain. واضح بود که او درد زیادی داشت. بررسیش میکنیم، میگه که she was، او بود، clearly به طور واضح، in در a lot of pain در درد زیاد. به نظر خودتون الان این معنی داره؟ خیر، قشنگ باید معنی کنیم. واضح بود که او درد زیادی داشته. آقا یه نکته تلفظی هم بهتون بگم خیلی قشنگه. یادتونه بهتون گفتم آقا نخونیم brave، باید بگیم brave. یادتون هست یا نه؟ گفتم آقا بعضی از کلمات به هم چسبیده. مثل این نگاه کنید، الان C و L به هم چسبیده. من نمیگم clear، که نمیگم، میگم چی؟ clearly. این یک راه حل خیلی ساده میخوام بهتون بگم، خیلی به دردتون میخوره. ببینید زمانی که بعضی از واژه‌ها رو شما میبینید سخت تلفظش، میتونید اون واژه رو خردش کنید. چطوری؟ مثلا اینو من میخوام بگم clear و سخته برام بگم. خب اول میگم چی؟ lear. چندین بار اینو تکرار میکنم. lear، 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 clear. ببین یه دونه که بهش میچسبونم. learly، learly، clearly. ببین چقدر حرفه‌ای تر شد، چقدر قشنگ‌تر شد. این کارو رو انجام بدید. چون که میگم ما چون که فارسی زبان هستیم ناخودآگاه کسره میدیم به بعضی از حروف، در حالی که بین C و L هیچ کسره‌ای نیست. این که نکته اول. نکته دومی که میخوام بهت بگم، ببین من نمیگم very pain، نمیدونم so pain، اصلا یه چیزی ما نداریم. زمانی که شما بخوای صفت رو به شدت بدی، بله باید بگیم مثلا very good، ولی زمانی که بخوای اسم رو به شدت بدی، عزیزان من
چیزی که زبان آموزان بلد نیستن. شما از کمیت سازها استفاده میکنید. کمیت ساز چیه کریمی؟ مثل much، مثل many، مثل lots of، مثل a lot of. از اینا استفاده میشه. زمانی که میخوام بگم درد زیاد میگم a lot of pain. اینو بهش میگن کمیت ساز و خوشا به حالت که تو ترم متوسط دوره جامعه یاد میگیری یا یاد خواهی گرفت. پس باز نگران نباشه. دوره جامعه واقعا تمام اون چیزی که شما نیاز داشتید رو من براتون جمع‌آوری کردم. تمام اون چیزی که یک شخصی که میخواد زبان یاد بگیره اونجا جمع‌آوری شده. پس هیچ نگران نباش و بهتونم گفتم که دیگه باید مفهومی ترجمه کنیم. خب دوستان من، اینم از قسمت سوم 50 واژه مهم زبان انگلیسی. حالا ازتون من چه انتظاراتی دارم؟ یک، تمرینایی که در لابلای تدریس بهتون گفتم رو انجام بدید. تمام دستورات تلفظی که بهتون گفتم رو یادداشت کنید. تمام واژه‌هایی که خودتون می‌بینید به همدیگه ربط دارن رو یادداشت کنید و کنار هم بنویسید. سعی کنید از طریق خانواده، از طریق ریشه اون لغت واژه‌های جدیدتری رو یاد بگیرید. آقا سعی کنید جملات فارسی رو به انگلیسی برگردونید با همون ترتیب انگلیسی. این دقت کنید. این کار رو انجام بدید و تا قسمت سوم رو کامل یاد نگرفتی به قسمت چهارم نیا. ببین اسمش هست که مثلا تو قسمت سوم شما 10 تا واژه رو یاد میگیری، ولی همین 10 واژه ضربه داره 5 کن، ضربه داره 10 کن. شما 50 واژه 100 واژه رو یاد میگیری، در کنارش هم کلی نکته تلفظی، حروف اضافه، نکات نگارشی و از این چیزا. پس ازت میخوام با دقت کامل ببینی و برای اینکه زبان رو 0 تا 100 یاد بگیری باید تو دوره جامعه شرکت کنی. برای ثبت نام دوره جامعه شماره که اینجا هست رو داخل واتساپ، داخل تلگرام یا تماس بگیرید، مشاوره بشید، پیام بدید و انشالله اگر میبینید که دوره جامعه براتون مناسبه شرکت کنید و دوره رو ثبت نام کنید. دوستتون دارم. تو قسمت 4 میبینمتون.